خب سلام رفقا، خیلی خوش اومدید به چگونه میلیاردر شویم 2، البته از طریق کریپتو با داش رامین. سریع بریم روی چارت. اصلا بکگراند اینا منو ول کنید، یا صدای مایکم خیلی بده رو ول کنید. بره بالا میخرم، قول دادم تو کامنت ها بچه ها. بره بالا کریپتو، اتریوم، اینا، جی آر تی میخرم. زیاد به این چیزا دقت نکنید، به پول در آوردن دقت کنید. سفر رو میندازم روی چارت. خب بچه ها، بازی ها هفتگی میکنم، میخوام بدونید که چیزایی که معرفی کردیم و چه اتفاقایی افتاده. اول خیلی کوتاه و مختصر بریم سراغ طلا برای بچه های فارکس. رفقا، طلا توی هفته پیش اینقدر بالا زد و احتمالا میره برای سقف زدن دوباره. ببینید که حدود 6% بالا زد. حالا ما یه نکته ای داشتیم، خواستم ادامه اون روند رو بهتون بگم. ما اینجاها گفتیم چی؟ اگه بالا بزنه این دو رو برای این حدودا، اگه بالا بزنه که میره برا، اینو پاک کنم، میره برا بالا زدن. میره برا بالا زدن. خب اینجا رو که زد، شما میتونستید یه استاپ بخورید، مشکلی نره. اینجا استاپ خوردم، من خودم استاپ خوردم. اینجا استاپ خوردم، ولی بعدش نگاه کنید در جا بالا رو میبینید، برگشتی که زده میبینید ادامه روند. و دیگه شما نباید اینجاها استاپ بخورید. اگر هم سری گرفتید در جهت اینکه مثلا اسکلپی باشه. بایام فعلا من در کل دوباره رو بایم. سقف بعدی که زده حدودا نگاه کنید اینجاها بوده. خب اینجاها بوده، یعنی برگشتش تقریبا به نظرم به این اعداد، برگشتش به مثلا 2677 این حدودا. اینجاها میتونه معامله در جهت بایشه یا حتی تا اینجا. ریسکی ترینش هم اینه که اصلا همین حدودا یه پایین زد بای بگیری. خب در کل من بای میبینمش فعلا و این سری هم احتمالاً دوباره بره سقف بزنه. در این حد بای میبینمش. خب بریم سراغ کریپتو. چیزایی که اول معرفی کردیم، سری به این پدر بزنیم. بچه من هنوز چارت رو چک نکردم، یعنی الان با شما دارم چک میکنم. من میخواستم چک کنم و گفتم اوکی من که تایمشو دارم، روز تعطیلمه، خب چک میکنم، بذار یه ویدیو هم بگیرم بقیه هم استفاده کنم. بده؟ اگه بده بگید بده. خب این داداش عزیزمون، من اصلا ازش نمیخوام 100,000م بزنه. من ازش میخوام آقا همین کاری که الان هست داره میکنه، تا این مقیاسش یه ذره بلنده. این کاری که الان تقریبا داره میکنه، میبینید از حدود 7 غروب دیروز داره میکنه همین کار. من ازش میخوام همین کار رو تا 100 سال انجام بده. لطفا همین رو همینجوری انجام بده، حتی ریسترش کن اینجوری. همینجوری برو تا 3 سال آینده. خب این خیلی به نفعمونه. چرا؟ دامیننس. دامیننس داره میریزه. دامیننس بریزه، پول میاد تو چی؟ میاد تو مینا، میاد تو اتریوم، میاد تو آدا، میاد تو جی آر تی، میاد تو همه چی. دامیننس داره میریزه. ما دامیننس میخوایم همینجوری برای خودش بریزه. خب حالا بریم سراغ رئیس بازار دوج کوین. وقتی میگم رئیس بازار، خب دروغ نمیگم. کندل 3 ماهش هنوز بسته نشده، 174% رشد داده. خب بریم سراغ مینا بچه. مینا رو بهتون یادت گفتم هفته پیش این کندلا هفتگیه. نگاه کن هفته پیش بچی ما اینجا بودیم، میبینی؟ هفته پیش پس ما اینجا بودیم. ما گفتیم چی؟ ما گفتیم بچه مینا اگه اینجا هفتگی ببنده ارزش خرید داره، یادتونه؟ بعد اومدم چی گفتم؟ گفتم که صدا مایک خوب بیاد، یعنی من سعی میکنم بلند حرف بزنم که صدا مایک برسه. من اومدم گفتم چی بهتون؟ گفتم که آقا اگه یه دونه روزانه هم بست اوکیه.
باز میشه ریسکشو کرد. کسایی که های ریسکن میتونن وارد شن. حالا اینجا یه دونه روزانه بسته و تقریبا ما تو این هفته 20% بالا زدیم و به نظرم این هفتگی هم اگه موفق بشه ببنده، هنوز مینا جا داره که سود بگیریم ازش، دیر نیست برای ورود. به نظرم این مینا اگه بسته شه احتمال داره حالا یه پولبک ریز به این پایین، کسی هم که نترسن همینو مستقیم بگیرن. و یه تیک بالا زدن اینجا داریم. نها کنید این 8 و 4 15% خیلی سیفه، ولی خب عددی که من مد نظرمه، به نظرم تا 9 اینا میره، یعنی یه تیکه رو میزنه 20% دیگه 30% دیگه اینجوری تا اینجا رو به نظرم میزنه. ولی ماهیانش کنم آره دیگه. نها کنید اینجا 8 و نیم رو بترکونه، آفرین اینجا نقطه لیکویدیتیه. اینم گپه. میبینید ما اینجا تقریبا تا اینجا احتمال داره بریم. میبینید 9 و 3 و 105. تو اینجاها مینا میتونه دیگه یواش یواش خالی بده. شما اینجاها با سیو سود کنید هر کسی مینا داره. تارگت بالاش هم که دادم ببینید دقیقا اینم همون حالته. خب تقریبا اینم لیکویدیتی. میبینید تا اینجاها لیکویدیتی همینجا. تو تایم فریم کوچیک‌تر معلومه. احتمال اینکه برسه این عددا هم هست، نمیگم نیست، ولی احتمالش کمتره به نظر من. پس چی؟ اینم از مینا. پس چی؟ مینا هم خریده باشید هنوز تو سودید. اتریوم مثلا یه حساب جداگانه براش دارم. اتریوم به نظرم اولین تیپیش، اون سری هم گفتم بهتون، اولین تیپیش اینجاست. و اگر ببین یه اگر خیلی مهمه به نظر من اتفاق بیفته، اگر اینجا اینو بشکونه، خب اینو اگه بشکونه مثلا تا 6000 بره، نه عدد کمی، مثلا 100 تا 200 بشونه تا 6000 بره، خب پس هول نکنید اینجا اتریوم بخرید اگه اتفاق افتاد، یا حتی اینجا 4000. اینجا خیلی ریسکیه چون نیتی که با حتما شکستشه و نه الکی خوب شکستشه. به نظرم اگه این اتفاق افتاد 6000 رسید، پول بکش به 4000 5000 اینا میتونه یه خرید خوب باشه برای 7000. 50% بهتون میده. میبینید 50% میتونید این وسط بگیرید. ولی برای منی که مستقیم میخوام 7000 شه، البته نه از اینجا، البته نه از اینجا. اوکی خب البته نه از اینجا مستقیم. من میخوام اینو مستقیم از اینجاها بود دیگه. میخوام بهتون نقطه های خرید اتریوم بهتون مشخص کنم کجا خریدم. نکنید اتریوم ما با خطکش بهتون میگم. ما اینجا خرید داشتیم، حساب کنید. آها اینجا خرید داشتیم 3000، خب 3300 چیزی نداره این نقاشی چیزی بکشیم اینجا. ببینید بچه‌ها ما اینجا خرید داشتیم، یه خرید 3000 داشتیم، یه خرید 3300. خب بالا زد نفروختم. میبینید نفروختم اینجاها، نخریدم دیگه. 3000 نخریدم دیگه، نخریدم. خرید آخرم اینجا بوده 3200. این بالایی هم که زد باز من هنوز نفروختم، من کلا تو سودم. اینجای آخرم که به شما گفتم بخرید ریسکیه، خودم نخریدم. خب دیگه پولی ندارم حقیقت، کل پولام توی یه سری چیزای دیگه است.
یعنی من خودم امکان داشت دوباره بخرم. خب یعنی از هفته قبل که بهتون گفتم تقریبا اینم 10% تو سود بوده. پس چی این اتریوم رو داشته باشید برای این اتفاق. یه ذره آب بخورم. احساس میکنم یه خورده پایینم، فکر میکنید کوتولم. نه نیستم، بالا قدم بلند. خب بریم سراغ. پس این چی؟ اینو گفتم بهتون، اینو تو یادتون داشته باشید دیگه. این اتفاقه هول نکنید. اگه 4000 شد نید درجا بخرید، 4000 شد بذارید بره 6000، برگشت که خورد 5000 4000 دوباره بخرید. اینا همش احتمالات. یارتی همتون میدونید که این دیگه ارز مورد علاقه منه. بله. نه. خب خیلی حال با هم زنم نه. خب جی آر تی داداشم، جی آر تی یه هفته پیش تقریبا اینجا بودیم دیگه. یه هفته 34% بالا زده. رکورد دست جی آر تیه توی چیزی که یعنی رکورددار جی آر تی. جی آر تی بلند مدت برای خرید. برای خرید هنوزم دیر نیست از نظر من. خریدای جی آر تی رو بهتون بگم. خریدای جی آر تی اینجا 4 خرید کردم. یه خرید نکردم، وایسادم ببینم چقدر میریزه. شخ بود. پشمام. یکو نه 1.251 مطمئنم اینجاست. جام خرید کردم روی این خط سبزه. حالا نگاه کنید. جام خرید کردم. فقط دیگه پول نداشتم که اینجام خرید کنم. نداشتم. حالا اگه شما به جای من خریدید نمیتونم گم. نداشتم اینجا خرید کنم. اگه پول داشتم اینجا هم میخریدم. اینجا هم میخریدم. وای بیستادم ببینم چی میشه. خیلی اینو دوست دارم. از قیمتی که اومده نها کنید. 1500% تومن بالا. اینجاها با خروج باشه. 7 و 2
8-2. حالا میتونه درصد باشه، میتونه 70% باشه، میتونه دیگه با تو این تیکا خروج کنه. هم وانری حالا این به نظرم یه ذره دیره برای خرید کردنش واقعا. اگه بالا بزنه آدا، داداشم آدا، اگه یادتون بیاد هفته پیش گفتیم که آدا، گفتم من ندارم ولی 1 و 2. شاید کوچیکش بتونیم. ادامه کنید. خط سبزرم که میکشه این طول موجشه، یعنی طول بدون اینکه اصلاح بده پر کنه. هم پر کرد، میبینید جریان همین 1 و 2 میشه. مثلا کنید اینجا رو که پر کرده دیگه اوکی، این بالا زدن ها طبیعی. به نظر من یه پوینت داریم یا حداقل یه اصلاح ریز تا اینجاها داریم. 100% مثلا بگیریم. آره دیگه، تا اینجا به نظرم یه پوینت داریم و بعد میره برای 1 و 2. حالم داره که آقا اصلاح رو مثل در همین عدد اصلاح بده. پس این محدوده 1 و 2 هم داشته باشید برای آدا. اگرم آدا دارید و این فرض کنید نگه داشتید بعد پایین رفت بالا یا مستقیم شکوندش رفت بالا، یه نقطه خروجاتون رو بذارید زیر. اگه عاداتون مثلا میگم اینجا با کله کرد تا اینجا دیگه، اینجا کاسین هولدر خیلی پیشبینی توتال سم اینه که 7 بره. چقدر؟ از همینجا 46%، 436 میلیارد ناقابل بیاد بستشه. 400 میلیارد بیاد در اندازه پول، یا دیگه حالا میتره کوله میره بالاتر یا دیگه ما خروج میکنیم دیگه. سال 3 پیش بینیم 4 و 8 براش.
1,628,000,000 ها بود. یادش خیلی هم منتظر چی بودن؟ خرید، ولی نه اینکه تو پیش بینی حتما میاد $13,000. حتما نه، با ما حتما نداریم. دیدید که همه کیر شدید. تقریبا همون از $13,000. اینجاها دیگه که آقا پول هوشمند اومد تو بازار، عجب خورده. همیشه مثلا کسی که نگاه کنید دقیقش رو بهتون بگم، بعد از زدن این شادو ما لیکویدی دقیق براتون بکشمش، یه براتون مقایسه میکنم. این اون چیزی که بهتون گفتم، این جریان همون چیه؟ جریان سیو سود است. مثلا نگاه کنید الان آدار میبینید. آها، میخوام مشابه بهتون بگم. جا که زدشه تو با یه خروج کنی. حالا امکان داره مثل همینجا نگاه کن، مثل توتال رو بیارم برات. آها، توتال مثل توتال انقدر بریزه و بعد بره بالا، امکانم داره که کلا بخوره بهش و اصلا کلا بر نگرده. و حتی یه امکان سومی هم تو بازار هست. خب فرض کنیم هم اینجا یه بیسه، فرض کنیم هم اینجا هم یه بیسه تقریبا. اینجا رو نمیگیریم. اینم حالا شما فرض کنید اینجا یه بیسه، اینجا یه بیسه. حالا میخوام بهتون توضیح بدم، این خیلی مهمه. تو هر چیزی ترید میکنید، چه طلا، چه دلار، چه پوند، چه ارز دیجیتال، هر چیزی نگاه کنید. ما اینجا پایین مارکتیم، میگیم فرض کنید تا نزولی. ما اینو بزنه میگیم دیگه نزولی نیست، نه میگیم نزولیه، جام ترید میگیریم. اینم بزنه اینجا میگیریم، درسته؟ یا دیگه اینم زد دیگه، اگه معذرت میخوام احمق باشیم ما بگیم آقا 3 بار تازه این کارو کردیم. میگم فرض کن یه تریدر آماتور معمولی، یا دیگه با بری رو بای، بری رو بای. ولی تا اینجا چی؟ تا اینجا فکر میکردیم نزولیه. میبینید منم امکان داشت همینجاها دوباره سرمایه داشته باشیم. حالا میخوام بهتون توضیح بدم چرا بیت کویناتون رو نباید میفروختید، یا هر چی که دارید اصلا. چون بیت کوینه، چون این توتال اصلی رو بیت کوین میشه. الان سه تا پول داریم، 8 مال بیت کوینه دیگه، 1/3 بیشتر مال بیت کوینه. اینجا میبینید همون اتفاق افتاد، اینو زد
باید بگیم نزولی شده. زد باید بگیم نزولی شده. نه اگه میزد باید میگفتیم نزولی شده. واقعا دیگه باید میگفتیم نزولی شده. حالا فرض کنید یه چیزی نکته. فرض کنید شما اینجا بیت اومد اینجا پر ریسک های ریسک میخریدید. میومد اینجا میدل وسط خریدید. میومد تو این محدوده آخرتون کم ریسک ترین حالتتون میخریدید. حالا یه دستن مثلا کنید اینجا رو ببینید. آره این رفته. فقط های ریسک ها تونستن وارد بگم همیشه کم ریسک ها وارد بشن. نه کم ریسکن، ولی اگه وارد شن سود خوبی میکنن چون تازه ورود داده. این کم ریسک های چی نداده، فقط رفته. حالا اونایی که 3 پله وارد شدن میبینید چه ترکوندنی بازار براشون کرده. ولی اگه اینجا رو میزد به نظرم کلا دیگه با فعلا بیخیالش میشدی تا یه سال دیگه. خیلی ساده است تشخیص دادنش، اصلا نیازی هم نیست به کسی، به من که اعتماد کنید. هم بفهمید دیگه آقا. کمیا کلا نگاه کنید مثلا جی آر تی، مثلا الان یه مثال براتون بزنم. جی آر لینکی که خودم هم بهتون معرفیش کردم از هفته پیش تا الان 23% رشد کرد. نگاه کنید یه چیزی میخوام بهتون بگم. این لینک مثال براتون بزنم. خواهیم خرید کنیم لینکو، بالا رو زده، بالای وحشتناک رو زده. میذارم اینا رو براتون پاک. خب. فرض کنید آقا شما اینجا لینکو دارید میبینید، یه موج زده بودید مثلا میگم برگرده اینجا خریدی نکردید، رفته برگرده اینجا دیگه خرید کنید. شما آپدیت چید دیگه، عقب مونده نباید باشید. مثلا بیت کوین $13000 خرید نکردید نرسیده، خب اوکی رفته بالا دیگه با شما به روز باشید. مثلا بیارید 20000 بیارید 30000 بیارید 40000 بیارید 50000. خب این از این. وقتی نرسیده اینجا بیسمون یه ذره میبریم بالاتر، های ریسک باشیم مثلا میکشونیمش تا همینجا. خب حالا نگاه کن این بیسمون از اینجا آپدیت شد اینجا. فرض کنید ما اینجا وارد میشیم، 91% هم سود میکنیم. خداحافظ. پس شد چی؟ این یه نقطه بود. حالا نگاه کنید ما اونور بازار کار نریم، ما جا موندیم دیگه، اصلا اونور بازار رو نریم. ما اومدیم تازه اومدیم تو بازار، میخوایم خرید انجام بدیم. چی کار کنیم که ادامهش رو بگیریم؟ یعنی چی؟ ما هنوز سعودیه، بالا پایین بالا. ما اینجاها تازه اومدیم تو بازار، خب چیکار کنیم؟ خب نگاه کنید داستان اینه، دوباره همون اتفاق است که تو شما میایید برای خودتون 2-3 تا پله مشخص میکنید. مثلا میگم اینجاست دیگه، ما فرض کنیم اینجا تو بازار میشه پله های ریسکت. های ریسک $13.60 من میخرم. های ریسکم، های ریسکم اینو میخرم. تا اینجا هم هست، من اینجا وارد میشم. یکی دیگه میاد میگه نه خب
اون برای من بالا. من میخوام کم ریسک باشم. من میام ته اینجا وارد میشم. اگه رسید نرسیدم نه آقا، من نه های ریسکم نه چیزی. من کم ریسک ترین آدمم. من کلا دارم کریپتو ترید میکنم. کلا این ترید توی کریپتو ریسکه. چی اسمش انجام میدم. پس چی کمترین ریسک رو میخوام کنم. میگم بهتون بعضی موقع کم ریسک ها راه پیدا نمیکنن. نمیتونن بگیرن. دستشون میره 300. بعضی موقع تو باز همینو بهتون میدم توضیح بدم. یا میبینید چه اتفاقی افتاده. همه رو وارد کرده. های ریسک، کم ریسک. نه کسی که های ریسک بوده اینجا با خرید میکرده $12 روی $10 و روی $8.5 $8 $9 هرچی. حالا شما فکر کنید من کم ریسک مثلا اینجا خریدم. نه، من یه سری چیزای دیگه داشتم و اینو دیدم که قیمتش شده اندازه یه تیکه آشغال و یه چیز خیلی قوی هم هست و تا اینجا هم گفته باید بخرم اینو. 9% تو سوده. پس چی؟ اینم از این. حالا نگاه کنید دوباره جدیده دیگه، موج جدیده. خب حالا شما چه دسته ای هستی؟ مشخص کنید. الان شما های ریسکید کم. اگه های ریسکی همون هفته من باید میگفتم وارد میشد. یا کلا فرض کن جا موندی اون کم ریسکی. خب مثلا میگم یشم خورده. بعدی کجاست از نظرتون مثلا رامی؟ بعدی مثلا به نظر من دوباره بخوای وارد چی لینکو که ادامه داره از نظر من فعلا. بعدی بخوای وارد چی به نظرم در کل خواستم بهتون بگم که یه روشم بهتون بگم که وقتی خرید میکنید اینا رو هم بدونید. همین. چون ویدیو هم خیلی داره طولانی میشه. $50 XRP خریدم. بعد اتریوم هم که دارم زیاد دقت نکنید اینا اینو چون یه نفر شب یه ذره ازش خریدم. اشغالو نرید بخرید واقعا. همون جریان است. وقتی حتی یه میم کوین هم میبینید تو نقطه ورود داده اینجا. خیلی خوب من وایسادم. بعد که این پایینو زد دعوتم کرد گفت بیا تو. چقدر فرض میکنیم میخوایم این بگیریم؟ ما کاری یعنی میخواد بشه چند دلار. فقط میخوایم اینجا کردیم مثلا اینجا تا خط میده. همین. و اگرم دیدیم آقا ترکوند رفت و ما میلیاردها دلار پول زدیم تو جیب میایم بیرون. خب بچه‌ها کلا میایم اینجا کلا بازار ریسک داره. حواستون باشه چیکار میکنید چیکار نمیکنید. پیشنهاد خودم شخصا به اینه که کلا کم ریسکن. من میترسن و دوست ندارم دست بدم مثلا تعامل 80% 90% 100% پولشون تو زهر باشه ندارن. خب اتریوم بگیرن.
ریزش سنگینم بده 30-40%، 50%. نکنم صفر شه. چی؟ اتریوم برعکس، ولی اینکه میلیاردرتونم کنه نه. تو قسمت ویدیو چطوری میلیاردرشی میمونه منم میگم. سرمایت مثلا شاد آقا 100 میلیون بوده باشه، خب 100 میلیون تقسیم کرده بودی، مثلا هفته پیش خرید کرده بودی، الان هر کدوم درصد سرمایه دادن. 100 میلیون شده بود چقدر؟ تقریبا 130 میلیون، 125 میلیون. همینه. فعلا هم راه داریم. Thank you. عشقی ببرید بالا و اینکه لایف ترید هم شروع میکنم.